خب این چاقه رو بهم بده. قابل نداره. دست شما در چرا همینجا پر کن دیگه. اینم یه آبشار دیگه میشه. درود به همه شما دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. به یه ولاگ دیگه با من خوش اومدید. اینجا تو مسیر به چمستان هستیم. هوا انقدر فوق‌العاده است، انقدر عالیه که یعنی نگم براتون. هم خنکه، باد میاد قشنگ. بعد اینجا هم دیدم یه رودخونه هست. رودخونه منتها انقدر دیگه داره با سرعت آب میره و اینا، حالت گلالود داره. ولی یه کوچولو براتون بگیرم که شما هم این فضا و هوای دلپذیر رو ببینید و شما هم کیف بکنید. خب من بیام این سمت ببینم رودخونه رو میتونم بگیرم. آره این رودخونهش یعنی آب با چه سرعتی میاد. فقط حالا یا بارون زده که این هم آب داره. صندوق هم آوردیم دیگه، میترسیم بیاد لای این سرسبزی و اینا کک یا کنه بگیره، مجبوریم که بغلش بگیریم. اینجا هم که جاده است، ماشینا دارن میرن. هوا و آسمون هم قشنگ آبی و ابر سفید داره، خیلی باحاله. یه خورده سخته برم پایین، ولی میرفتم پایین مسیر آب و قشنگ فیلم میگرفتم. هم صدای باده، هم صدای این رودخونه زیباییه که الان دارم فیلم میگیرم. جای همه شما دوستای عزیزم هم خالی، ولی هوا فوق العاده است. امروزم 9 محرم تاسوعا. اینجا هیئتاشون اومدن بیرون. خب یه خورده خرید کنم. دستمال کاغذیه. دستمال کاغذی. یه دونم شکر بردارم. اینجا یه دونه شیر بردارم. دنبال رب بودم، پیدا کردم. آره همون. اینا رو ببینم. مرسی.
دیگه تموم شد دیگه انشالله. این آلبالوها رو هم از سمت امامزاده هاشم که می اومدیم میفروخت گرفتم. حالا یا مرباش میکنم یا اینکه هم مربا یه مقدارش هم خشک میکنم. البته اگه اینجا آفتاب خوب باشه این کارا رو انجام میدم. فندق هم میگه منو ول کنید برم بیرون، خودشو میکشه. خب اومدیم دیگه، چای تو راه نخوردیم. فلکس رو ببرم یه چای بریزم. خونم یکم بوی نم گرفته، در پیکر واز بذاریم هوا عوض چه یه مقدار. خب اینم خریدامون، یه در تمیزش میکنم بذارم داخل یخچال. بعد آبم ما بریم اینجا یه چشمه هستش، از اینجا هم بریم آب بیاریم که آب چشمه بخوریم. سلام، امروزم با آبجی بزرگی اومدیم بیرون جنگل کشپل یا کشبر، جنگل کشبر. داریم میریم سمت آب گرم لاویج که ببینیم حالا امروز باز هستش یا نه. یه خوردم این دست انداز داره، دوربین تو دست من داره تکون میخوره. جاتونم خالی، اومدیم داخل جنگل، حسابی هم هوا خوبه. یه مقدار براتون از جنگلم میگیرم. خلافاتی فیلم داره میگیره. اومدیم بالای بالا. یه ثانیه. آره دیدم یه تیکه ابره رو می‌خواسته و ابوالفضل هم که همه چی رو میگه آره نمیدونم فعلا. ای بابا. چقدر خوشگله. آخه از اینجا آب میاد. آره ببین ما بین اون دوتا کوه. پاتی ببین دهکده رو فیلم بگی. اون باید بچرخه یه جا پیدا کنه. تقریبا اومدیم بالای بالا ها. نگاه چه 4 کیلومتر. آره ولی نگاه کنی ابرو اومده پایین. وای داره چی میریزه؟ از اینجا داره سنگ میریزه. آره نگاه کن یه تیکه. از این ماشین قدیمی هست. چه صدایی هم داره. چقدر باحاله. خوردی؟ خنکه؟ آره چرا همینجا پر کن دیگه. نه خوردنی همه خوردن. ماشینم که فعلا نمیاد. چقدر خوبه. ببینم این آب کجا میریزه. آخه اینم یه آبشار دیگه میشه. اینم اینجا جاده است، ماشین میاد میره. پاش خیس شده داره. ببین خیلی چقدر هم قشنگ، همین یه دونه اندازه نصف مسیر رو پوشش داده. آب گرم لاویجه. همطوری بیرون مغازه ها مایو و اینا میفروشن. عسل هم زیاد داره. یه جای خیلی خوبی هم قرار گرفته قشنگ. بعد از اینکه اون
جنگل رو رد کردیم یه همچین جای قشنگی. باید بری؟ حالا بذار ببینم. ولی چه جای جالبیه. ظرفای سفالیه، پارچه سفالی، سبدای حصیری، صنایع دستیه. چنده قیمت این سفره ها؟ 450. بدون گل 300. بدون گلش 350. با گل 450. خب این چاقه رو بهم بده. قابل نداره. دست شما در کن. بعد ببریم بزنیم تو آب. روز اول یه روز بمونه تو آب. روی خاطش حالا تختای کوچیکم داره. 4 گوش ساده است کوچیک. 85. یه ذره چوبه. یک سفال کار کردم میدونم. من با چرخم با دست. میذارم بعدن که باید خوش بشه بس من دیگه کنن که تو همون کنه نمیذارم.